ای سلام دوست، چطوری؟ خوبی؟ حالتون چطوره؟ اومدیم با یه ویدیوی چالش که حقیقتا ادامه چالشیه که دو ویدیو معرفی رفتیم و دقیقا بعد همون دارم ضبطش کنم. بریم داشته باشیم، حرف اضافی هم نزنم خیلی. خب، انتخاب اول مهناز رو بند داد و من یاور رو برمیدم دوباره و دوباره کریم رو میگیرم. برای انتخاب اول اسی آورد. کاش کریم نمیگرفتم، الان بابا جان می آوردم به جاش. ولی خب بازم اوکیه. ببینم چی میگیره ادامه ترکیبشو. شاید هیفا گزینه خوبی باشه، چون نه مهناز هست نه یاور که بخواد جلوشو بگیره. بازیو ترک کرد حریف و یه انتخابم شانسی داره که کمیسه رو گرفت و به نسبت انتخاب خیلی خوبیه. من همین هیفا و باباجان رو میگیرم که اگر هم که برگشت بتونیم هم با اسیش مقابله کنیم هم با هیفا اغرب بکاریم و دمیج خوبی رو به قهرماناش بزنیم. فکر نکنم برگرده، احتمالاً خود 4400 هم هست، هیچ دلیلی نداره. احتمالاً برقا بردن دیگه. با این وضعیتی که مملکت داره خیلی چیز غیر عادی نیست. ابوس برادر آف هم شده و بله اینم که لف خورد و یه وین مفت به ما داد. دمش هم گرم داداشم. بریم مچ بعدی. خب من اول با من مهناز رو میزنم و به نظرم این دور میتونیم اگه که شاپور بند نده او استورمه بند داده، احتمالا بخواد منوچ بیاره و من همین ترکیب با شاپور بیشتر از هم هستم. بابا جان، ننجون، کامبیز. داداش چیکار میکنی با خودت؟ همون بابا جان رو بگیر دیگه. من شاپور یاور رو میگیرم. اگه که بخواد با بابا جان بازی کنه زینت میارم. در غیر اون صورت تورج یا فری، هرچند تورج من باش شانس ندارم، احتمال زیادم فری رو بیارم و بعد اینطور که به نظر میاد میخواد با بابا جانش بازی کنه و زینت میتونه گزینه خیلی بهتری باشه به نسبت که من گیج کنم بابا جانش رو و با خیال راحت برم سراغ یه قهرمان دیگه، جمشید رو بکشم و کارو در بیاریم. دور اول رو دمیج میدم. از دور بعد گیج کردن شروع میکنم. این 4 تا شربتش هم بذاریم بخوره، مشکلی نداریم اونقدر باهاش. با برادرم هیل کردن رو شروع کرد. خب من این دور میتونم جمشیدش هم گیج کنم که نتونه درست حسابی هم حتی هیل بده و دیگه بقیهش همه چی دست خداست. ماشاءالله شانس همه رم زد به قهرمانه خودم. من اونو گذاشتم دمیج ندیده داشت شربت بخور. اگه این دور خیلی اذیت نکنه جمشید رو، البته جونش میرسه، آره رسید. هرچند که بازم خیلی کار زیادی نمیتونه بکنه. جمشید رو بکشم بابا جان رو با خیال راحت گیج میکنیم. اگه یاور یه شاتو بده مرسی، بابا جان گیج میکنیم و جمشید رو میکشیم و دیگه بازی تموم شده حساب میشه. نه سپری که بذاره تأثیری میتونه بذاره رو بازی، نه ویژه بابا جان تا وقتی زینت هست و صد البته که بنده ویژه زینت رو میزنم و با کله میرم تو دهن کامبیزش. داداش نمیخوای شربت بخوری؟ این همه شات دادی و هیچه عجب یه دونه خورد. دل منو خنک کرد، حداقل یه شربت خورده. دور بعد متاسفانه ویژش پر میشه و خب خوبه حداقل بابا جانش دمیج نداد و زینت رو نمیتونه بکشه. من نظرم اینه که بابا جان اینجوری بکشیم و یه دمیج هم بدیم به کامبیزش که تیرای شاپورمون ویژش هم پر نشد. خب مشکلی نیست دیگه. الان اگه باهوش باشه که نه اصلا زینت هم نکش و تنها کشته این بازیمون یاور بود و همین. بریم مچ بعدی. خب این دور بن اول با ماست دوباره. من مهناز همچنان میخوام بن بدم.
و هنوز دستم بازه تو ترکیب انتخاب کردن. خیلی کشته زیادی نداشتیم، کلا 4 تا قهرمانه که این خیلی خوبه. ببینم چی بند میکنه. احتمالا میخواست ترکیب فشاری بیاره و من مهنازش رو بند دادم، الان داره گریه میکنه. حشمت رو بند داد. اگه که شاپور بگیره من شاهینو، خب شاپور نگیره، چرا کامبیز انتخاب میکنن تو این چالش؟ چون جونش زیاده. داشت فازتون چیه؟ من ترجیح همینه که جمشیدو بیارم با سرمه. شاپور داداش، شاپور الان دیگه نه ناموسن انتخاب برای دشمن که نیست. من برای ترکیب بر نمیدارم، دست خودته. باخت مفت میخوای بدی؟ چالش عجیبیه. خب اسی گرفت و کریم. اسی و کریم رو اگه گرفته، من مهنازو که خودم بند دادم و من به نظرم اینجای کار میتونم بالزامیک بگیرم، میتونم من مهپیکر بگیرم، ولی با بالزامیک بیشتر هستم چون ترکیبش اصلا جوری نیست که بتونه 2 تا قهرمان تهاجمی رو هندل کنه. تنها انتخاب اینجا میتونه جمشید باشه چون یه 2 انرژی رو از ما میگیره هر دور و میتونستم به جاش یه چیز بهتر مثل کریم رو بیارم، ولی مهم نیستش، مسئله زیادی نداریم. خب دور بعدم اگه بخواد سرمه رو بکشه یه دونه دیگه به اسی بزنم بسشه و میتونم برم سراغ کریم. و سرمه رو اینطور که به نظر میاد کاملا رفت سمتش و میکشتش. دور بعد یه دونه به اسی میزنیم، 2 تا هم به کریم که با برقولک های بالزامیک کار رو راحت در بیاریم. خب بله 130 و 128 اسی رو که میزنه. کریم هم یکم از جونش میمونه که مشکلی نداریم و اون خشم کشیدن هم کاملا بی تاثیر بود. میزنیم و اسی میمیره. کریم هم 44 تا جونش میمونه و کامبیز اصلا کار زیادی از دستش بر نمیاد اینجای بازی. و اگه یه شانس هم بیاریم و ویژه کریمش نخوره به بالزامیک، من با خیال راحت یه دوپینگ میذارم روش. خورد به بالزامیک البته که نه دیگه، الان بالزامیک موقع صرف نمیکنه برام. برم جمشید رو هیل کنم و بالزامیک رو برش میگردونم میارمش بالا. مشکلی نداریم. بالزامیک رو میکشه قطعا و یه خشم میکشه. من کریم رو میکشم و جمشید رو همچنان هیل میکنم. دور بعدم بالزامیک رو میاریم بالا و کامبیز تو کشتن بالزامیک دستش واقعا بسته است به نظرم، مخصوصا که اچ پیش کمتر از جمشید خواهد بود و توانایی دوش هم بی تأثیره و خب با کلم رفته تو صورت جمشید. بد نیست، میتونم سرمه رو اینجوری زنده کنم و خیلی به نفعم میشه. سرمه رو میارم بالا و 2 تا هیل میکنم. قابل پیش بینی بود این حرکتش و یه هیل اینجا و 2 تا هم اینجوری بزنیم و حس میکنم که آنچنان نمیتونیم با سرمه کاری بکنیم مگه اینکه من ویژه‌مو بذارم وقتی بزنم که توانایی سپرش رفته و با 2 تا شات سرمه تموم کنم کارشو، که یه دوره دیگه باید جمشید و هیله بدم برای این کار. مشکل نداره، هیل میکنیم و هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، هیچ کاری از دستش بر نمیاد. و اگه که تسلیم نزن و متشنج بازی در نیاره، من بازی رو بدون کشته در آوردم. اذیت نکن دیگه داداش، تسلیم نزن، بذار من سرمه رو بیارم بالا. تو که باختی در هر حالت. حتی من حاضرم وستم تا تو نوبت تموم شه ولی تسلیمو نزنی. من
دلم نمیخواد سرمه رو از دست بدم. قهرمان مهمیه به نسبت به این چالش، مخصوصا آخرای چالش. ترکیب خلیل جمشید با سرمه میتونه واقعا کاربردی باشه و مرسی که تصمیم رو نزدی و من تونستم سرمه رو نجات بدم. و اینم از این مچ رو. بریم دست بعدی. خب انتخاب اول با منه و ترجیح میدم این دور شاپور رو بند بدم که احتمالا خودم از مهناز بخوام استفاده کنم. نمیدونم، اگر که یه بخواد ترکیبی که دفاعیه بچینه، بارزامیکو که بند داد، بله قطعا از مهناز این دور استفاده میکنم و سرمرم میارم که فکر منوچ بازی به سرش نزنه. مهنازم میگیرم. بیژن آورد و اگه که خیلی قهرمانی نیاره که ضد خلیل باشه، یعنی دو انرژی نیاره یا چندی نیاره، میتونم با خیال راحت خلیل رو بگیرم. در غیر اون صورت اگه تورج نباشه من پیکر رو میارم. زینت عالیه، خلیل رو میگیرم و هیچ کاری از دستش بر نمیاد و این مچ هم بردیم. کاملا ضد قهرماناشم، هیچ دو انرژی نداره و مجبور هر دور یه توانایی از دست بده، مخصوصا دورای اول که کلا هیچ دمیجی نمیتونه بزنه تا خلیل هست. مگه اینکه همینجوری با طلعت بخواد بازی کنه که من دوی مهناز رو دارم و به کارش نمیاد اصلا. اوه بله، به جای اینکه بره سراغ سرمه با کله رفته تو دل خلیل و کلا آنچنان کاری از دستش بر نمیاد، چون من دوره بعد اگه که الان سپره خلیل رو نندازه کامل، این دور میتونم از ویژه مهنازم استفاده کنم. چرا رفت خودش؟ وای جون خلیل بیشتر، پشمام. اشکال نداره، اشکال نداره، پشمام. خب بیژنش رو خودش کشت و طلعتش هم خیلی جونش کمه. بله بیژنش رو به طور کامل کشت برادر و من یه هیل اینجا میذارم و یه دمیجم با سرمه میگیرم. یه کار تمومه، کار زیادی اصلا از دستش بر نمیاد. با خیال راحت قهرماناشو میکشم و بازی تموم میشه. فقط هم خلیل رو از دست میدیم که واقعا نتیجه خوبیه و نسبت به مچ حقیقتا توقع داشتم خلیل از دست نره، ولی خب مهم نیست، به هر حال خیلی جلوتریم. اون حتی اگه سه هم در بیاد دادش به درد تو نمیخوره، نمیدونم برای چی گذاشتیش. چقدر دمیجش؟ 65 تا. هیل مهناز 52 تاست و من ترجیح میدم یه دو تا اینجا بزنم اینجوری و ضربه آخرم با همون مهناز میزنم. کار زیادی دیگه کلا همیست که مهنازم نمیخواد بکشه فکر کنم. الان شاتشو بده من طلعتش میمیره و تموم شد بازی. متاسفانه مهنازم سر ویژه طلعت از دست رفت دیگه. واقعا توقع این یکی رو نداشتم، ولی خب مهم نیست. خب این مچ بن اول با حریفه و من هنوز هم ترکیبای شاپور تو دستم هستن. مهناز رو بند داد، من اسی رو بند میدم و اگر که بخواد چیزی بیاره که طلعت داشته باشه میتونم با قوات کارو جمع کنم و خودم ترجیحم اینه که برای انتخاب اولم جمشید که نه کریمو بگیریم تا فعلا. ببینم حریف چی میاره. داوود، ترکیب داوود انقدر میخوره تو این چالش به من. فکر کنم این سومین ترکیبشه. بابا جانو میارم با بالزامیک.
زینتم بیاره خش میکشم. شراره اصلا انتخاب خوبی نیستش، چون تو اصلا بابا جانو میبینی دیگه نباید بری سراغ دمیج هم کنی. زبونم گرفت دوتا جمله خواستم بگم، همون حریف قبلیه. و خب من ترجیح میدم اینجا 3 تا سپر بذارم و یه شربت بخورم. هرچند که 3 تا زیادی بود، ولی به هر حال همون 18 تا دمیج اضافه ننجونم جلوگیری کنه ما راضیم. خب این دور که رفت سراغ دینامیت گذاشتن، من برقولکامو بکارم زیر پای ننجون و دور بعد کامل سپر بدم بابا جان به نظرم، که دینامیتاش دمیجشون میدن. و ویژش پر نشد، چقدر عجیب. 151 من به نظرم 3 تا چیز بدیم، سپر بدیم و یه هیل بزنم رو بابا جان. 31 از این دمیج خوریم و 49 تا هم از اون. و اینجوری بزنیم و با خب این دوتا رو هم بزنیم اینجا. من دور بعد ویژه رو بزنم ننجون بمیره فقط و دیگه دمیج نمیتونه بده و میرم سراغ قوی کردن بابا جان. هیچ کاری هم دیگه از دستش بر نخواهد اومد. ویژه رو میزنیم، دوتا سپر میگیم و یه شربت میخوریم. از دور بعدم البته دور بعد که ویژهش کامل سپر میدم و از دور بعدش 3 تا سپر 2 تا شربت. البته که این دورم میتونم 4 تا سپر بدم فقط و یه شربت بخورم که اون یه دونه شربت هدر نشه و با این حوانه‌ای فعال بشه. و این دور کامل سپر میدم. یه همینطوری هم بخواد به بازی ادامه بده من مشکلی ندارم، چون تا آخر بازی سپر بذارم دمیجی نمیخورم اصلا. لگ چی میگه؟ خب 3 تا سپرمونو میدیم و دوباره 2 تا شربت میخوریم. ویژه شرارش هم اونقدر دیگه نمیتونه خطرناک وارد عمل بشه، کامل رفت سراغ بابا جان. دوباره هم 3 تا سپر میدم و 2 تا شربت میخورم و دور بعد کامل سپر میدم رو بابا جان که ویژهش اونقدر اذیتمون نکنه. چقدر دمیج؟ 104 تا. خب خوبه دیگه، ویژه داوودو بزنه من با خیال راحت شراره رو میکشم و میرم داوودو میکشم بعدش. این دور بالزامی که اون که دمیج نمیخوره، داوود 100 تا کلا دمیجی خوره و کریم 74 تا. اون دینامیتش میتونه اذیتمون کنه و من ترجیحم اینه که 2 تا سپر بذارم و کامل داوودو بکشم و دور بعدم دیگه کاری از دستش بر نمیاد و نهایت کاری که میتونه بکنه کشتن کریممونه که همین کارم کرد. و دور بعد با بابا جان کارشو تموم میکنیم، 5 تا شات میدیم و تمام. و اینم از اینو. بریم مچ آخرم با هم دیگه بزنیم و چالش و جامش رو بگیریم. خب 31 دقیقه هم ویدیو شد، خوبه، قانعیم و مهناز رو بند داد و من ترجیحم اینه که این دست جمشید رو بند بدم و برم سراغ شاپور. مچ آخر یکم اسکیل پلی بدیم ببینم چی میاره. تاکایا رو گرفت با بابا جان. من به نظرم زینت رو بیارم و در کنارش قهرمان دیگه که خوبه و میشه ازش استفاده کرد. میتونیم بالزامیک رو برداریم، هرچند که جمشید بنه احتمالا بخواد یه قهرمانی بیاره که یاور میاره احتمالا، یا بابا جان. میگم بابا جان، بالزام. فلج شدم. یا قباد. محپیکر هم گزینه خوبی بود براش و دست اولم داره، میتونه از همین اول سپر رو فعال کنه. ولی خب بابا جانش خیلی کم و به ندرت قوی میشه و من اینجوری دمیجم رو میدم بازم.
ویژه که نداره کلا با این ترکیب. و من به نظرم این دور اینجوری بزنیم و محفیکرش رو بکشیم. او هیل داد، مشکلی نداره. بازم به هر حال همین که اون شربتی که بابا جانش خورده حروم بشه برای ما بسه. بازم سپر رو فعال کرد. ما یه ویژه میزنیم و دوتا شات میدیم و خیلی عجیب داره بازی میکنه. بالاخره بابا جان آوردی داداش، باید استفاده بشه ازش. گیجش میکنیم و سمارم میکاریم. تاکایش هم آنچنان کار زیادی از دستش بر نمیاد. محفیکرم خود به خود میمیره و من ترجیحم اینه که این دور یه سم اینجا بذارم و دوتا شات اینجوری بدم. دور بعدم ویژه رو خالی میکنیم و هر چند استفاده از ویژه قوت میتونه گزینه بهتری باشه، البته اگه هیل نمیداد. الان یه گیجی میذارم رو بابا جان و ویژه زینت رو میزنم و یه شات هم میدم بهش. تاکایش هم دیگه میمیره این دور اگه بخواد هیل بده. و خب یه دمیجش هم نداد کلا. و به نظرم این دور کلا با شاپور بریم سراغ بابا جان که تاکایارمون پشت خودمون بکشیم و نهایتا بتونه یه کشته دیگه از همون بگیره اگه 3 تا شاتش بخوره به یه قهرمان یا 2 تاش بخوره به شاپورم. این هم بخوره به زینت. خب یه کشته رو گرفت ولی مهم نیست برام، چون مچ آخر و من همینطوری هم بازی رو بردم دیگه. بهش یه آفرینم بدیم و بریم که جام چالش رو با هم دیگه بگیریم و ویدیو رو تموم کنیم. اینم از جام چالشمون. با قهرمان چالش شدم. اولا سکه و کارت هم این صندوق هم بزنیم به عشق خودتون. اسکی یاورش رو دوست داشتم، گوشنگش اونقدر به کار نمی اومد. و خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین، لطف کردین به ما و تا یه ویدیوی دیگه فعلا بوبای.